این مامورای اف بی آی ماموریت داشتن که یکی از خطرناکترین رئیسای کارتل مکزیکو که حکم اعدام واسش صادر شده بود رو به زندان فوق امنیتی منتقل کنن. اما وسط راه افراد رئیس کارتل ماشین حمله زندانی و با یه آهنربای قوی به بالا میکشن و از بقیه ماشینا جداش میکنن و شروع میکنن به شلیک کردن به پلیسا. اونا روی در ماشین مواد منفجره کار میذارن و میترکوننش و رئیسشون رو آزاد میکنن. رئیس کارتل که یکی از شوماخرهای مکزیکن بود سوار یه بتموبیل شده بود تا بتونه هر چه سریعتر به مرز مکزیک برسه و فلنگو ببنده. اون از ایست بازرسی اول فرار میکنه ولی گشت هوایی پیداش میکنه و این کنه میچسبه بهش. پلیس ایست بازرسی دومو کار میذاره ولی رئیس کارتل از قبل فکر اینجاش هم کرده بود و یه تیم تا دندون مسلح استخدام کرده بود تا ایست بازرسی رو بزنن بترکونن. اونا راهو باز میکنن ولی گشت هوایی عینه این حوالا دست از سرش بر نمیداشت. رئیس دوربین دید در شب ماشین رو روشن کرد و یه ترمز مشتی کرد و چراغاش هم خاموش کرد. هلیکوپتر اول گمش کرد و مجبور شد دور بزنه تا دوباره جاده رو بررسی کنه، اما رئیس کارتل تو تاریکی شب گازشو گرفته بود و فلنگو بست. رئیس کارتل بعد از مرز آمریکا رد میشد و میرسید به مکزیک، اما لب مرز یک کلانتر آموزش دیده خفن مسئول شهر بود که بعد از سدش میگذشت. اما